زن محجبه مذهبی فیلم خیلی نامناسبی رو روی تلویزیون گذاشت و بعدش به هم گفت: سلام عزیزان، من راوی کانال هستم. اگر علاقه‌مند به شنیدن داستان‌های واقعی هستید، کانال ما رو دنبال کنید. اسمم کامران، 26 سالمه و رشته‌ای که تحصیل کردم مدیریت مالیه. بعد از گرفتن مدرک فوق لیسانس تونستم یک کار توی یک شرکت به عنوان مدیر بخش مالی پیدا کنم و خدا رو شکر درآمد خوبی هم داشتم و راضی بودم. من تهران زندگی میکردم و خانواده‌ام کرج زندگی میکردن و برای اینکه پول اجاره ندم داییم به هم لطف کرد و طبقه بالای خونش رو به هم داد. داییم که اسمش محسنه، 45 سالشه و تازه 4 سال بود که ازدواج کرد و یک زنی به شدت مذهبی و محجبه داشت که من زیاد با این حجم از محجبه بودنش کنار نمی آمدم و ازش زیاد خوشم نمی آمد، اما چهره خیلی زیبایی داشت. داییم همیشه از پاکی زنش تعریف میگه تا اینکه یک روز داییم حالش بد میشه و میبرنش بیمارستان و قرار بود 2 هفته بسترش کنن و اجازه ملاقات هم نمیدادن زیاد و فقط یک نفر نهایت میتونست پیشش بمونه و از اونجایی که خانمش یک بچه 1 ساله داشت مجبور شد برگرده خونه و پدر من توی بیمارستان موند و من و زن دویم که اسمش نرگس بود برگشتیم خونه. وقتی رسیدیم به هم گفت شب میترسه تنها باشه چون همیشه شبها داییم خونه بود و ازم خواست این 2 هفته رو برم پیشش تا بچهش احساس امنیت داشته باشه. منم با اینکه دوست نداشتم و راحت نبودم اما قبول کردم. وقتی رسیدیم خونه رفتم لباسام را عوض کردم و بعد رفتم طبقه پایین پیششون که فهمیدم بچهش خوابه چون به هم گفت آروم صحبت کن بیدار میشه. بعدش رفتم روی مبل نشستم که برام چایی و میوه آورد و کنارم نشست. از لباساش تعجب کردن. یک تیشرت نیماسی و یک شلوار چسب و یک شال نازک هم سرش بود. باورم نمیشد این همون زندویی محجبه مذهبی باشه. خلاصه سعی کردم اهمیت ندم. اون شروع کرد به صحبت کردن و گلایه کردن که داییت با هم خوب نیست و نیازهامو برطرف نمی‌کنه. که یهو با تعجب گفتم منظورت از نیازها چیه؟ یعنی از لحاظ مالی؟ که با خنده گفت نه، منظورم نیازهای فیزیکیه. وقتی منظورش رو فهمیدم از خجالت سرم انداختم پایین. موقعی صحبت کردم متوجه رفتارهای عجیبش شدم. هی سعی میکرد خودش رو به هم نزدیک کنه و دستش رو روی پام میگذاشت و من هنوز با این حرکاتش دقیق نشده بودم چون توی ذهنم همون آدم خشک و مذهبی بود. تا اینکه بلند شدم و رفتم آب بخورم به اونم دنبالم اومد توی آشپزخونه و گفت یه چیزی لازم داری واسط بیارم عزیزم، که از این لحنش دوباره تعجب کردن و گفتم نه ممنون، فقط لیوان آب میخواستم. که اونم لیوان آب به هم داد که تازه اونجا بود که متوجه باز بودن یقه لباسش شدم و سفیدی بدنش رو دیدن و مشخص بود خیلی بدن سفید و توپری داره. بعدش رفت و تلویزیون رو روشن کرد و گفت هنوز زود بخوابی، بیا با هم فیلم ببینیم. منم قبول کردم و رفتم روی مبل نشستم
اونم بعد از وصل کردن فلش اومد کنارم نشست و خودشو به هم چسبوند. دیگه کم کم داشتم تهدید می شدم، اما به هر حال زن دایم بود و سعی می کردم خطایی نکنم. اما اون خودش با رفتاراش نشون میداد که دلش میخواد و هر کاری میکرد که منو تحقیر کنه. مشغول فیلم دیدن بودیم و اون فیلم پر از صحنه‌های ناجور و مشخص بود که نرگس از عمد انتخاب کرده. و هی میگفت من عاشق اینجور فیلم ها هستم و دو این حرفای تحقیر برانگیز میزد و گاهی هم دستش رو روی پام میذاشت. هرچه از فیلم میگذشت صحنه‌های فیلم بدتر و بدتر میشد و منم حالم داشت عوض میشد. نرگس موقع تماشای فیلم یکم از دایم بد میگفت که هیچ وقت موقع همخواب شدن خوب نیست و فقط به فکر خودش و نمیتونه منو راضی کنه و اصلاً هم به حرفم گوش نمیکنه. من فقط حرفاش رو تایید میکردم و چیزی نمیگفتم، چون میدونستم هدفش از گفتن حرفا چیه. تا اینکه بعد از تمام شدن حرفاش دستش رو گذاشت لای پام و روی ناحیه خصوصی و به هم گفت. منم دیگه طاقت نیاوردم و بغلش کردم با بردمش تو اتاق خواب و شروع کردم به درآوردن لباساش و اون شب با هم خواب شدیم و کلی هم لذت بردیم و اونم خیلی ازم تشکر کرد. توی اون 2 هفته که دایم تحت مراقبت بود تو بیمارستان، روزی 2 بار با زنش همخواب می شدم و وقتی یاد حرفای دایم می افتادم که از پاکی زنش می گفت خندم می گرفت، چون خبر نداره که زنش از همه ناپاکتره. خلاصه اینکه بعد از 2 هفته دایم از بیمارستان مرخص شد. منم سعی کردم ارتباطم رو با زن دایم قطع کنم تا آبروریزی نشه و کسی نفهمه. با اینکه زن دایم چند بار دیگه هم بهم پیشنهاد داد، اما من قبول نکردم و مخالفت کردم و از کارم شدیداً پشیمان شدم. از اینکه به دایم خیانت کردم عذاب وجدان داشتم. توبه کردم و امیدوارم خدا هم منو ببخشه. ممنون دوستان از اینکه داستانم رو شنیدین. خوشحال میشم که نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسید.